چرا بیشتر استخدام‌ها از همون اول شکست می‌خورن؟ میدونی چرا خیلی از مدیرا هنوز نتونستن یک استخدام درست و موندگار داشته باشن؟ چون فکر می‌کنن استخدام از لحظه آگهی شروع میشه، در حالی که آگهی تازه وسط ماجراست. فرآیند استخدام 3 مرحله داره: قبل از آگهی، بعد از آگهی، بعد از انتخاب. مهمترین مرحله همون مرحله‌ای که 90% مدیرا ازش غافلن. قبل از اینکه یه آگهی بنویسی، باید بدونی چه کسی رو میخوای، چه مهارت‌هایی باید داشته باشه، چه ویژگی‌های شخصیتی باید داشته باشه و چه کارهایی باید برای شما انجام بده. اینجاست که شالوده یک استخدام درست ریخته میشه. اگر این مرحله درست انجام نشه، بهترین مصاحبه ها هم استخدام خوبی برات رقم نمیزنه. اگر استخدام رو از وسط شروع کنی، انگار ساختمان رو بدون فونداسیون بالا میبری که قطعاً دیر یا زود خواهد ریخت. اگر میخوای جزء 10% مدیرانی باشی که حرفه‌ای استخدام میکنن و اگر میخوای تکنیک ها و ترفندهای حرفه‌ای هر 3 مرحله رو یاد بگیری، پیج ما رو فالو کن تا تو پست‌های بعدی با ترفندهای حرفه‌ای و جزئیات بیشتری از استخدام آشنا بشی.